پیرمرد گفت ای بزرگ اجنه، این غزال دختر عموی من است. او 30 سال مونس و همدمم بود، اما کودکی برایم به دنیا نیاورد. به همین خاطر کنیزکی گرفتم و از او صاحب پسری شدم. وقتی پسرم 15 ساله شد، برای تجارت به شهر دیگری سفر کردم. دختر عمویم که در کودکی جادوگری و ساحری یاد گرفته بود، کنیز و پسرم را به گاو و گوساله‌ای تبدیل کرده به چوپانی سپرد. بعد از چند روز که از سفر برگشتم، سراغ کنیز و پسرم را گرفتم. دختر عمویم گفت کنیز مرد و پسرت هم فرار کرد. من از این حرف ناراحت و گریان شدم و 1 سالی اندوهگین بودم تا عید قربان رسید. کسی را به نزد چوپان فرستادم و از او گاو چاقی خواستم تا قربانی کنم. چوپان گاو چاقی را آورد که در حقیقت کنیز من بود. من آستینم را بالا زدم و با چاقویی در دست آماده شدم تا او را قربانی کنم. گاو ناله کرد. دلم سوخت و خودم او را نکشتم و به چوپان گفتم او را کشت. وقتی پوستش را کند و استخوان بیگوشت او را دیدم، پشیمان شدم. ولی پشیمانی من سودی نداشت. بنابراین آن را به چوپان دادم و به او گفتم گوساله‌ای برایم بیاور که آن نیز پسرم بود.